الکی ماه مارت سال 2024 سازشنامه درباره تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان، مرزی از همه مرکب و نزاع در آسیای مرکزی، در سالهای آخر عرصه چندین مناقشه خونین مسلحانه با صدا کشته و زخمی شده است به امضا میرسد. در این باره روز 2 ژانویه سال 2024 در پی ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان و با تکیه به سخنهای امامعلی رحمان، در این ملاقات وزیر کارهای خارجه ترکیه حاکم فیدان به ژورنالیستان خبر داد. فیدان در چارچوب سلسله سفرش به کشورهای آسیای مرکزی در پی بازدید از بشکک وارد دوشنبه شده بود. حاکم فیدان در نشست خبری گفت ما خبرهای خوش گرفتیم که جانب قرقیزستان با تاجیکستان در مورد حل مشکلات مرزی به توافق رسیدند. انتظار می رود که سازشنامه ماه مارت به امضا برسد و من امروز امکان داشتم که در ملاقات با جناب پرزیدنت تاجیکستان تصدیق این خبر خوش را به دست بیارم. خدمات پرزیدنت تاجیکستان در گزارشش از ملاقات امامعلی رحمان با حاکم فیدان در این دیدار بررسی شدن موضوع مذاکرات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان چیزی نگفته است، ولی رهبر اداره سیاست خارجه ترکیه با توافق دست یافتن دوشنبه و بشکک در مسائل مرزی را جوابگوی منفعت‌های ترکیه نامید و گفت ترکیه همچون یک کشور برادری که به این منطقه توجه دارد به این سازشنامه اهمیت بزرگی را قائل است. امیدواریم که تاجیکستان و قرقیزستان ماه مارت به بحث‌های مرزی خود نقطه گذاشته به سوی امنیت و ثبات در منطقه قدم بزرگی بگذارند. پای ترکیه هم اخیراً به این مناقشه کشیده شد، چون که این کشور به قرقیزستان یکی از جانب‌های این نزاع مرزی ده‌ها درون یا هواپیماهای بی‌سرنشین موثر فروخت. جانب قرقیزستان در جریان آخرین مناقشه‌های مسلحانه مرزی که ماه سپتامبر سال 2022 رخ داد، از درون‌های از ترکیه خریدش به طور فراوان به ضد تاجیکستان استفاده برد. از جمله 25 ساکن ملکی تاجیکستان در نتیجه حمله با درون‌های ترکی به مسجد و مکتب در جماعت افش قلچه در مرز نویه باباجان غفوروف با ولایت بادکند قرقیزستان کشته شدند. آن روزها در شبکه‌های اجتماعی کاربران تاجیک از تصمیم ترکیه برای به یک جانب مناقشه فروختن درون‌های حربی به تندی انتقاد می‌کردند. رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف اخیراً ضمن بازدید از ولایت با تاجیکستان از مرز بادکند خبر داد که بشکک و دوشنبه الکی در بهار سال 2024 مذاکرات مرزی را به پایان خواهند رساند. جباروف گفت آنها قصد داشتند که این کار را الکی تا پایان سال 2023 به انجام برسانند، ولی مذاکرات مرزی یک کمی طول کشید.